عمل کنه داره. بله؟ عمل کنه. چی؟ عمل کنه. عمل کنه. خب من اومدم از چیز سیدانی نگفتم. سکت از مکتبا. بیرون کنه ارتباط صحبت کنم. شما بگوید. اسم شما؟ نصیر. 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 خوب هستم. یا باید گفتم باشه که من میخواستم بیان میدونم میخواستم بیان زمین گشت کتابا میرم یک چند کتابا میگیرم کلمه میگیرم از شاگردان میشه این مکتب تشکیل از سال 93 تأسیس شده در اینجا هست. سال 93؟ 93 که دیگه؟ چند بخش سرک 55 بود، یک بخش مسترک 51 بود، یک بخش مسترک 59 بود. امروز زمان افغان‌ها خیلی رفت هست. ایران کم شد. حالا شاگردای منطقه کم است. شاگردای داریم که خدا بسیار بیماره و فقیر هستند. شاگردای شما؟ بایسا اینجا در این منطقه زندگی میکنه شاگردای شما یا؟ اکثریت این منطقه. اکثریت در این منطقه یک طرفای کچابودی کار زندگی میکنه. چیه؟ کچابودی. جاییست که خیمه میزنن. یک دیگهش مثلا صبحی وقت میرن به سبزیمندی کار میکنن. سبزیمندی؟ سبزیمندی جاییست که ترکوری و همه چیز فروخته میشن. اونا ساعت صبح جو میرن کار میکنن. بازی مکتب رو این دست میخوانن دیگه مکتب. یوئن هم کمک نمیکنه؟ نه هیچ جای کمک نداره. فقط صرف و نموفیس شاگرد است که مکتب سرپای. بیخواست گفت یوئن کمک میکنه؟ نه. قبلا ابتدای اولی که زمانی که مکتبات در اینجا تأسیس شد زمان مجاهدین افغان‌های اینجا بودن زیادتر کمک‌های خارج بود که مثلا کانادا فن بود اینجا کمک میکرد یعنی چوکی و بعض موضوعات کرایه مکتب دیگه بازار چون افغانستان حالا صحیح شد مردم رفتن و زیادتر کمک‌ها در افغانستان میرن اینجا ما یک فیس میگیریم مثلا تمام مصارف مکتب ما شمالا ما کم کرایه خانه بسیار زیاد مقصد گزاره میکنیم که همین افغان‌هایی که اینجا هستن اکسوی بیام بودن ما داریم اصلا خبر تاسیم که 12 داریم اینجا فارغونه شاگردان ما فارغ میشن افغانستان میریم بعد کنکور امتحان میدن به افغانستان درس بخونیم موضوع سنفیات اجازه؟ چرا؟ داریم چیکار باشه؟ هست بارشان خیلی خیلی باشه سنف 12 طرف پیشین با سنف 6 هست 7 صبح باز پیشین 6 این سنف اول ماست بچه اکتای خود بهش این سنف اولش سنف اولش ما مثلا نیاز به شوکی شوکی و بعد ما این رافت و مکتب داره مکتب امیر کایزر عکس شما نه؟ این خب مجبور هستیم با این مصرف دولت افغانستان برای مکتب چون مکتب های مرسمیت برای پیش دولت افغانستان باید ما عکس آقای کرزه حالا دیگه کرزه جرأت داره میگه که طالب شدم دیگه جرأت داره دیگه یک سنف ماسم که دایم آورده این سنف 8 سنف 8 از طرف پیشین سنف 4 از اینجا چی درس ها میکنی؟ مثلا کیمیا بیولوژی فیزیک همجرد کیمیا رو دیدم کیمیا سنف طرف سبب بیاریشن درست کرده او را اون طرف درست کرده و او را در مورد کاغذ بودن کافت مشتر کردن درست کردن نفت کردن این یک ایران تجارتی است که درست کردن درست
هر موضوع رو میخواه به شیر و پر تبلیغات کنم و این مطلق مسئله کیمیا سازیه جدول و منزلی خصوصیت خراب بودم من کنم بیام چاکی معلم بعض وقت میتونم بعض وقت نمیتونم معلم زیادتر بستم ما باید نخواهیم که انسان خراب ما اینا خود داریم که کار خواهیم رو جمع کنیم باید بالا نمی راکنم مثل بازی رو کارم سمت دوستی دخترم ما اینجا ما وقتا کمک داشتامش میدن انسان قرآن اگه بوده چی؟ ما از خلفال گرفتیم به سه خلفال میدن ما هم در این مکتب درست درست خوندن والا خلفال درست خلفال وجود دارد برای میده ما کنیم که انواع خلفال میرسیم این والا نشتم زیناش کن چکر بلند داد خوب دیگه امکانه ما شروع میشه با سر با امکان خب امکان میگیره از طرف خوب امکانه ما با خیلی در 22 می شروع میشه فاینال فاینال ها و زهر سنت میاری اینجا اینجا 4 سنت میاریم اینجا امکانه که من سال صبح 6 بجه یا 6 بجه شروع میشن و زود فاینال یوم دیگه عوش کن این مغزان هم استفاده نمیکنیم برای سیستم مطلب ما میگه سیستم باید خوردن باید مطلب بخاطر کسیلی خیلی درست سر برای مطلب بله شما دیگه خیلی کنم کدام کنی؟ شما اینجا زندگی امریکا آمدین نه؟ بله مکانه که آمدین دوستای کنید دوستان اینجا داریم مگر اونا فعلا نمیخوای کسی بفهمن که کدام فامیل چرا که اینجا از خاطر چیز آمدم بزنکا اینجا دختر بابای مادرم اینجا زندگی ما میشناسیم تمام اقوام مردم نمیفهم از اون خاطر میگم باز پس هم نمیفهمه پس اونا باز نمیفهم باز میگم که از اون خاطر که اونا نمیخوایی که آن کسی بفهمه فعلا ما همین بحثه ممتون به مشکلات نمیدن مثلا من مثلا این کار 15 ساله است نابینا است در خانه است خود ما میمیدیم مصرف هستم خانه و مدیره مکتب است اونا هم میمیدیم اون جنگل ها سراسر جنگل ها مشکلات نه ببخشن گفتن از کدام فامیل از سال عزیز که اونا اون دختر برام میگفت اینجا شاگرد بود مگرم فعلا گفتن نمیدونم که کنم دیروز گفتم که باید صاف فامیلای کمندی تخلص میکنیم تخلص ما از فامیل کمندی چون ما با کمندی خیلی بیشتر گرفتیم 2 ساعت در همیشه بودن رفتن افغانستان در ارتباط هستم چند فامیل هست اینجا کمندی و خیام پدرم از تخلص خیام برادرش عباس قاری عباس خیام بود در کابل چیز درس قرآن میداد قاری عباس اونا رو که شما رو کاملا به کدام سرک هستیم برم اینطور رو میفهم که شما میفهم که فرق چرا از خاطر از حساب از اونا گفت کسی همین بیرون رفتن نمیخوای من اول رفتم و نگشتم چون که کسی خبر نشم باز آماده آخرا باز میگم باید تو بخشیم بگم اون چیز رو خواستن از اوناست که بگم
برای از این خاطری که نه از خاطری که با حساب چیز از خاطر که نمیخوایی که تکلیف و چیز بیبین از مردم که تکلیف نمیکنی تنها آرما که معمولا مگر میتونم یک چیزی اینجا پشمه از پاکستان مثلا کفتران صدای ملت ها کفتران صبحی اینجا کل جای میره امریکا که هست تجارت نمیشنوی ما بگم شهرش هست سان دیگو در شهر کالیفرنیا است مگر یک منطقه سان دیگو است کالیفرنیا کانون است کالیفرنیا تقریبا نصف افغانستان اما که در آن سوی کانون است نه هست آب هستن لبه پلی آب است ما برادر ما تقریبا 30 سال میشه به امریکا است منطقه ارتباط نداریم بایشن چرا؟ اون کالیفرنیا است حالا بچه های جوان شده فکر کنیم اسمش چیه؟ یوسف احمدیان احمدیان؟ من یک نفر پیش معلومات کنیم دکتر از اینجا من گفتم باشه یک چند حالا میگیرم با وزید پس میگم که مامای مادر میکنم اصلا هم میخواستم بیارم فرق نمیکنه باز پسان میم چی کنه جب شادگاه به اینجا بگاه شما باش میرم یک چند حالا کتابان نمیکنم حالا بگیرم باز پسان برم دونکنه رو درست اوغال نیست که کتاب یک دانه اونجا میفروخته گفته ایده یک 40 دانه کتاب گفته و 40 دانه کتی های کلمان هر کتی 10 دانه داره و من گفته 3000 روپی نه شما که کار کنید ساعت 9:30 بجه اینجا کرتاس فروشی زی مارکت کدام؟ همین مارکت همینجا کرتاس فروشی است تمام فقط کارش همین کتابچه و قلم شما اگر میخواین بخواین از جا بخواین با طور پروژه سالیش دیمه خیر باشه من میرفت اونا